علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز خوش آمدید. باز هم با یک ویدیوی دلچسب دیگر به حضور شما تشریف فرما هستیم. دوستان عزیز، آیا می دانید که اگر آفتاب یک باره از مدار خود یا از مسیر خود منحرف شده یا غایب شود، از بین بره، چه اتفاقاتی در کره ارضی خواهد افتاد؟ اگر آفتاب از بین بره، بر ما مدت 8 دقیقه بعد خبر آن خواهد رسید که آفتاب از بین رفته. زمانی که آفتاب از بین میره، مدت چند ساعت بعد چیزی که زنده جان هایی که بر کره ارضی قرار داره، آنها آهسته آهسته حیات خود را از دست خواهند داد، چرا که آفتاب نورش که نرسه. به این مناسبت هیچ چیز در زمین باقی نمیمانه و مهتابی که شما میبینین آهسته آهسته مهتاب همچنان از نظر ما مستور خواهد قرار گرفت، چون که نور آفتاب، نور مهتاب رو نور انفلکت است که از آفتاب نور میگیره، خودش از خود نور نداره و دیگه سیاره همچنان برای ما در آسمان دیده نخواهند شد و مدت چند ساعت بعد دیگه تمام زنده جان ها از بین می رود و در مدت چند ساعت یا چند روز بعد تمام آبهای بحری یا آبهای دریاهایی که در زمین قرار داره آنها همشان جامد خواهند شد، یخ بندان خواهند گرفت. در زیر بحر در زیر یخ بحر آن مقدار آبی که باقی میماند، زنده جان هایی که در زیر بحر است مدت چند هزار سال آنها حیات خود باقی خواهند داشت. در او صورت زمین مدار خود را منحرف کرده از نظام شمسی بیرون خواهد شد و در خلا حرکت خواهد کرد و در حدود چند هزار سال بعد خود کره زمین به کره یخ بند مبدل خواهد شد. و ما علینا الا البلاغ. امید که از این ویدیو همچنان چیز فهمیده باشیم.